توی این ویدیو میخوام در مورد روش‌هایی که میشه از رشته روانشناسی و مشاوره پول درآورد باهاتون صحبت کنم و جزو از روش‌هایی که میتونین درآمد فوق‌العاده بالایی باهاش داشته باشین، یعنی ماهی چند صد میلیون به بالا، اون دو تا روش رو آخرای ویدیو تقریبا میگم، پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین. سلام، من مریم امیرنژاد هستم و تو این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم که با چه روش‌های شما میتونین از رشته روانشناسی و مشاوره پول در بیارین، یا حتی میشه گفتش که شما چه شغلایی میتونین انتخاب کنین. میخوام در مورد شغل‌هایی که با این رشته ها میشه انتخاب کرد صحبت کنم و دوتا از پول ساز در ایناشو بهتون میگم حتما. ببینید این که چه شغلایی میشه داشت، شغلای خیلی مختلفی میشه داشت. اون چیزی که خیلی معروفه و همه یه روانشناس یا مشاور رو با اون میشناسن روان درمانگر بودنه. اینکه شما یه مشاور باشی، یه روان درمانگر باشی، مراجع ببینی، کیس ببینی و از این طریق پول در بیاری. که حالا این یه سری خوبی ها بدی خودش رو داره که اصلا نمیخوام اینجا در موردش صحبت کنم. توی یه ویدیو مفصل در موردش صحبت کردم، عنوانش هم هست بازار کار رشته روانشناسی. لینکش رو میذارم بالا، اگه خواستین میتونین اونجا ببینین که در مورد، یعنی به طور تخصصی در مورد بازار کار رشته روانشناسی اگه بخواین با درمانگری پول در بیارین صحبت کردم اونجا. حالا روش‌های دیگه که میتونین پول در بیارین، یکی این که من بهتون پیشنهاد میکنم اگه نانآور خانواده هستین، اگه یه آقا هستین و درآمد این رشته براتون خیلی مهمه و میخواین باهاش زندگیتون رو بچرخونین، صرفا به روان درمانگر بودن تنها تکیه نکنین، چون کفاف زندگیتون رو نمیده، شرایط خاص خودش رو داره، سختی خاص خودش رو داره که تو اون ویدیو صحبت کردم در موردش. و حتما در کنار این کار دنبال یه کار دولتی، یه کار کارمندی، یه کار حالا کارمند خصوصی یا دولتی فرقی نداره، یه جایی باشین که یه درآمد ثابت داشته باشین و از طریق درمانگری هم حالا یه درآمد اضافه‌ای کسب کنین. پس شما میتونین کارمند باشین، میتونین روان درمانگر باشین، میتونین برین توی مهد کودک‌های مختلف اونجا بگین که من میخوام کار کنم. معلمای مهد کودک معمولا از رشته‌های روانشناسی و مشاوره رو خیلی راحت میگیرن، قبول میکنن. میتونین آزمون استخدامی آموزش پرورش بدین، برین معلم بشین، معلم مدرسه ابتدایی، معلم دبیرستان و حتی مشاور مدرسه میتونین بشین. اگه که دانشگاه‌های تاپ میخونده باشین، رزومه خوبی داشته باشین، میتونین هیئت علمی بشین، میتونین استاد دانشگاه بشین. استاد دانشگاهی هم واقعا درآمدش خوبه. البته اینجا یه نکته رو بگم، ما دو دسته استاد دانشگاه داریم. یه استاد دانشگاه‌های مدعوفن که با مدرک فوق لیسانس هم میتونن برن، مخصوصا دانشگاه‌های آزاد و پیام نور و اینا، که خب اگه استاد مدعو بریم بشین که یعنی پولی که بهتون میدن پول بنزین ماشینتونه عملا و یه پول تو جیبه خیلی جزئی. صرفا من هر کیو دیدم که رفته استاد دانشگاه مدعو شده، یا به خاطر اینکه مثلا بگه من استاد دانشگاه هم، مثلا این بخواد کلاس بذاره، یا به خاطر اینکه یه رزومه‌ای داشته باشه، صرفا واسه این رفته، وگرنه از نظر مالی اصلاً به صرفه نیست. وقتی که داری میذاری، انرژی که میذاری و پولی که بهت میدن اصلا با هم دیگه نمیخونه. ولی اگه بتونین هیئت علمی بشین توی یه دانشگاه، یه درآمد خوبی رو میتونین داشته باشین، در کنارش هم میتونین کارگاه بذارین و مراجع ببینین و کاری مختلفی که حالا در ادامه هم بهش اشاره میکنن. خب حالا از بحث استاد دانشگاهی هم که بگذریم، یه روش دیگه‌ای که شما میتونین پول در بیارین این هستش که بیاین یه سری کارگاه بذارین.
کارگاه ها میتونه دو دسته باشه، میتونه کارگاه عمومی باشه، کارگاه تخصصی باشه. کارگاه عمومی یعنی مخاطب شما همه آدمای جامعه. مثلا فرض مثال اگه که توی ایده کودک کار میکنین، مثلا مخاطب شما همه مامانا هستن، همه کسایی که بچه کوچیک دارن. یا مثلا اگه توی هیته اعتیاد کار میکنین، مخاطب شما مثلا میتونه خانواده افرادی باشه که درگیر اعتیادن، یا مثلا خود افرادی که درگیر اعتیادن. اینا میشه کارگاه های عمومی. کارگاه های تخصصی میشه کارگاه هایی که مخاطب شما روانشناسا و مشاورا و دانشجوهای روانشناسی و مشاوره هستن که در واقع تو این زمینه هم درآمد خوبی میتونین کسب کنین، چون تعداد دانشجوهای روانشناسی و مشاوره خیلی زیاده و عموما هم اگه که بتونین اعتمادشون رو خوب جلب کنین، میتونین درآمد خیلی خوبی رو کسب کنین. یه روشی که فوق‌العاده پولسازه، فقط دنگ و پنگش هم خیلی زیاده، این هستش که شما بتونین یه مؤسسه کنکوری بزنید. حالا این چرا انقدر پولسازه؟ ببینید الان واسه کنکور دکترا تقریبا سالی 13,000 نفر شرکت میکنن کنکور دکترای روانشناسی. باز دوباره دکترای مشاوره جدا، دکترای روانشناسی گروه 1 اینی که من دارم میگم، و دکترای روانشناسی تربیتی هم جدا. یعنی مشاوره رو من نگفتم، دکترای روانشناسی تربیتی رو نگفتم، صرفا دکترای روانشناسی که میتونن برای روانشناسی بدون گرایش یا مثلا سلامت و بالینی و اینا نزدیک به 13,000 نفر هستن. یعنی اگه بخوایم جمع بزنیم با اون دوتا، تقریبا یه چیزی حدود 20,000 نفر، شاید هم بیشتر، شاید هم یه خورده کمتر، نمیدونم، ولی عدد و رقم خیلی زیادیه. حالا شما حساب کنید این عددی که من گفتم تقریبا 20,000 نفر صرفاً کسایی هستن که مدرک ارشد گرفتن و تصمیم دارن برن دکترا بخونن و امتحان دکترا بدن. حالا شما ببینید برای مقطع ارشد چقدر داوطلب کنکور زیاده. یعنی کسایی که لیسانس خوندن و هنوز میخوان برن وارد ارشد بشن، داوطلب خیلی زیاده و شما اگه بتونید یه مؤسسه کنکوری بزنید، تو حالا یه هیته کار کنید، درآمد فوق‌العاده باور نکردنی رو کسب میکنید. من تو میگم در کنارش دنگ و پنگش هم زیاده، یعنی سختی خاص خودش رو داره، باید زمان بذارین، انرژی بذارین و خب خیلی یعنی یه چیز خیلی راحت نیست. حالا یه راهکار دیگه میخوام بگم که اونم درآمدش فوق‌العاده است، یعنی واقعا چند صد میلیون میشه درآورد از این روش و دنگ و پنگش هم انقدر زیاد نیست مثل مؤسسه کنکوری. اونم چیه؟ اونم این هستش که شما یه سری دوره و پکیج و مثلا کلاس و کارگاه و اینا رو آماده میکنین، ضبط میکنین و اینا رو میفروشین. حالا اون تا دنگ و پنگ خاص خودش رو داره، نه اینکه حالا خیلی بی درد سر باشه شما اینو ضبط کنین راحت بیان همه بیان ازت بخرن و خیلی راحت بفروشین. ولی اگه بلد باشی بازاریابی کنین، اگه تکنیک فروش بلد باشی، اگه بتونی که اعتماد مردم رو جذب کنی و از یه طرف هم بتونی که مخاطب داشته باشی، این خیلی مهمه. یعنی باید یه هزینه یا اول کار بذاری برای اینکه مخاطب جمع کنی و بعد مخاطب که جمع کردی اعتمادشون رو جلب کنی و اینا رو بهشون بفروشین، یعنی سر دست بشکنن برای محصول تو و بیان اینو بخرن. درآمدش فوق‌العاده است، یعنی قشنگ چند صد میلیون میشه درآورد. البته اولاش نه، یه چند ماه که بگذره راحت چند صد میلیون میشه درآورد در ماه. و اینکه حالا مثلا تو چه پلتفرمی بخواید کار کنید و اینا، پلتفرم‌های مختلفی هست، مثلا اینستاگرام هست که واقعا من توصیه نمی‌کنم
اگه که پیجی ندارین و میخواین تازه شروع کنین واقعا توصیه نمی‌کنم. رشدش تقریبا غیر ممکنه، یا مثلا باید جون بکنه آدم تا بتونه این پیج رو رشد بده. ولی پلتفرم‌های ایرانی معمولا خیلی رشدش راحت تره. هزینه‌ای که شما میکنین برای تبلیغات، برای جذب مخاطب خیلی کمتره و راحت تر میتونین رشدش بدین، مخاطب زیادی بگیرین و دوره هاتون رو بفروشین و درآمد خیلی خوبی داشته باشین. منتها اینم میگم باز دوباره ریزکاری هایی داره. شما باید بلد باشی اعتماد اونا رو جلب کنی، بلد باشی که ارزش محصولت رو بهشون نشون بدی، متقاعدشون کنی که بیان ازت بخرن و بتونی که خوب بفروشی. یعنی اگه فروش بلد باشی میتونی خیلی موفق باشی تو این زمینه و درآمد خیلی عالی داشته باشی. اینا راهکارهایی بودش که به ذهن من رسید. اگه شما هم چیزی به ذهنتون میرسه برای اینکه ما چجوری میتونیم درآمد خوبی داشته باشیم از این رشته‌ای که خوندیم، حتما توی کامنت ها برام بنویسین. اونا رو با دقت میخونم و خیلی هم خوشحال میشم که این کار رو انجام بدین. ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. خدا نگهدار.